سلام علیکم بیننده های عزیز، امید که جود صحتمند باشیم. این دفعه آمدیم با اپلیکیشن تیک تاک که ما چگونه میتوانیم از تیک تاک درآمد داشته باشیم و چگونه میتوانیم پول خود از تیک تاک به حساب بانکی خود انتقال بدیم. ویدیوهای ما رو بیننده باشیم تا آخر ویدیو ما را تعقیب کنیم و این خیلی طریقه آسان است. من برایتان میگم که شما چگونه میتوانید پول خود از تیک تاک انتقال بدیم به حساب بانکی خود. دوستان عزیز، دیده خوش ما متوجه هستیم که تیک تاک یک مقدار پول را مد نظر گرفته با کسایی که استفاده میکنن. البته شرایطش هست که اگر با او شرایط آماده باشی و او از اون طریق میتونی تو پول دریافت کنی. تیک تاک سه نوع است که از سه طریق میتونی تو پول دریافت کنی. که اولش هست که از طریق ای که ویدیوها خودت بیننده زیاد میگیره، هرچی بیننده زیاد میگیره اما قدر باید پول دستاوت میه. و طریق دومش است که از طریق گفت میتونی پول درآمد داشته باشی. و طریق سومش است که یک اعلان از خود تیک تاک یا اعلان گیم می باشه، اعلان موزیک می باشه که اعلان از خود تیک تاک می باشه که میتونی از اعلان های او استفاده کرده در ویدیوهایت و از طریق از او درآمد داشته باشی. این تیک تاک شرایطش است که اگر بخوایی از طریق ویدیوهایت، یعنی از طریق ویدیوهایت که بیننده زیاد بگیره، باید حداقل 10,000 فالوور داشته باشی که تو میتونیش مربوط به این بخش یا این گزینه شوی که از طریق بیننده های هرچی ویدیو بیننده بگیره مقدار تیک تاک باید پول میده. در صورت خودت باید 10,000 فالوور داشته باشی. و گفت میفهمی که وقت بخواید لایف برین دوستایتان یا کسایی که بشناسین برایتان گفت میزنه و با شما دستات شما پول میده. دیگه امید که جود صحتمند باشین. ما را تا آخر ویدیو تعقیب کنین و برایتان طریقه را یاد میکنم شما چگونه میتونین پول خود از حساب تیک تاک به حساب بانکی انتقال بدین. حساب بانکی یا حساب پیپال، اما هر واجد شرایط خود داشتی میتونه رو طریق استفاده کنی، پیپال باشه یا حساب بانکی باشه. دیگه این البته کسایی که تیک تاک در افغانستان یا ایران کسایی که استفاده میکنن و نمیتونن پول خود دریافت کنن، چون تیک تاک اگر اروپایی یا پروفیشنال شده باشه میتونن از طریق دوسته خود دست بیاره بودن. اگر نه که تیک تاک پروفیشنال نباشه نمیتونن تایی که تیک تاک پروفیشنال بسازن و بعدا پول خود رو دست بیاره. تیک تاک منتظر میباشیم تا باز شوم. بله دوستان عزیز، میریم در صفحه خودم، پروفایل، روی گزینه پروفایل میریم، منتظر میباشیم تا باز شود. بله میریم روی گزینه تنظیمات، بالانس، منتظر میباشیم تا باز شود. بله دوستان عزیز، اینجا مقدار پول که شما دارین در حسابتون نشان میده که نقدر شما پول دارین در حسابتون. و در پایین آیدنتیتی وریفیکیشن است که شما تایید آیدی خود میکنین و میرین سر گزینه ویو که در بالا است، سر زو کلیک میکنین. بله دوستان عزیز، حال گزینه ویدرا رو میزنیم. ویدرا
بله دوستان عزیز، اونجا آمد اد پیمنت میتود و نه مقدار پول آمده اوجا USD است که هر مقدار پولی که میخواین نوشته میکنین، بعدا اد پیمنت میتود میزنین. بله دوستان عزیز، اینجا بانک ترانسفر است و پی نود است. شما میتونین از اینجا طریق و طریقه دیگهش که اگر اکانت شما در امریکا و یا کانادا یا اروپا رجیستر باشه، همون کشور انتخاب میکنین. مثلا کشور امریکا. بله دوستان عزیز، از ما فعلا ترکیه است. گزینه یونایتد استیت اف امریکا را کلیک میکنیم، حساب پیپال باز میشه که شما از طریق پیپال میتونید پول انتقال بدین به حساب بانکی خود. بله دوستان عزیز، روی گزینه پیپال کلیک میکنیم. دوباره کلیک میکنیم. بله دوستان عزیز، شماره تلفن را کد میفرستد تا ای که دیجا کد شما تایید میکنین. البته تیک تاک تان بعد شماره که فعال است با مو شماره کد میده. بله دوستان عزیز، اون کد آمد. کد میبینیم، در اینجا تایپ میکنیم. agree and continue. بله دوستان عزیز، اینجا پیپال اکانت میزنیم که از ما ایمیل و جیمیل میخواد. بعدا وارد اکانت پیپال خود میشیم که پول به حساب پیپال میتونیم انتقال بدیم دوستان عزیز. بله خب دوستان عزیز، خدا کنه که فهمیده باشین. خیلی طریقه خوب و آسان بود و شما میتونین با شیر کردن ویدیو ما میتونین کسایی که اگر نمیفهمن چه قسم پول تیک تاک بعد از بیاورن میتونین با شیر ساختن همین ویدیو شما میتونین اون آگاه بسازید و متوجه باشین کلیک مشترک شدن و زنگوله رو فشار بدید. ما را حمایت کنین، سابسکرایب کنیم. انشاءالله با ویدیوهای بعدی هم ما هستیم. منتظر نظریات شما و نظریات خودتان هستیم. الله حافظ، وقتتان خوش.